سیگار کشیدن عادت خطرناکی است که بسیاری از مردم برای ترک آن به کمک نیاز دارند. در این ویدیو 5 کار ساده را که به ترک سیگار کمک می‌کنند را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید تا این راهکارها را بشناسید. پیدا کردن دلایل شخصی برای ترک سیگار اولین قدم است. چرا می‌خواهید سیگار را ترک کنید؟ آیا برای سلامتی خودتان است یا برای خانواده؟ این دلایل را یادداشت کنید و هر روز آنها را بخوانید تا انگیزه‌تان حفظ شود. یادگیری روش‌های آرامش‌بخشی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. استرس یکی از دلایل مهم سیگار کشیدن است. روش‌هایی مثل مدیتیشن، یوگا یا حتی یک پیاده‌روی ساده می‌تواند کمک کند استرس را مدیریت کنید و آرامش بیشتری داشته باشید. حمایت اجتماعی را جدی بگیرید و به دوستان و خانواده‌تان بگویید که می‌خواهید سیگار را ترک کنید. داشتن همراه و حامی در این مسیر بسیار مؤثر است و می‌تواند انگیزه شما را برای ادامه مسیر افزایش دهد. جایگزین‌های سالم پیدا کنید تا میل به سیگار را کاهش دهید. وقتی میل به سیگار دارید، به جای آن یک فعالیت سالم مثل ورزش، نقاشی یا مطالعه را امتحان کنید. این کارها می‌توانند ذهن شما را مشغول کنند. به موفقیت‌های کوچکتان افتخار کنید و برای هر روز یا هفته‌هایی که بدون سیگار می‌گذرد یک پاداش کوچک به خودتان بدهید. این کار به شما انگیزه می‌دهد تا مسیر پیشرفتتان را با افتخار دنبال کنید و به هدفتان نزدیکتر شوید. ترک سیگار ممکن است سخت باشد، اما با قدم‌های کوچک و اراده قوی به این هدف دست پیدا خواهید کرد. با اراده و حمایت می‌توانیم به سیگار نه بگوییم و زندگی سالم‌تری را تجربه کنیم. با اراده و حمایت می‌توانیم به سیگار نه بگوییم. امیدواریم این ویدیو به شما کمک کند تا مسیر ترک سیگار را با موفقیت طی کنید. به یاد داشته باشید که هر قدم کوچک شما را به هدف نزدیکتر می‌کند.